دادگاه نویه کوشانیان ولایت ختلان موسب به مکتب سفرعلی محسدینوف را با جرم کمامد مولوی به مبلغ 189,427 سومونی برابر به 18,000 دلار به 11 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. باز برای 4 سال از حق کار به صفت موسب محروم کرده است. با حکم امین دادگاه یعقوب جان احمدوف مدیر مکتب رقم 12 برای همدستی در اعمال غیر قانونی موسبش به اندازه 200 نشان دهنده برای حسابها برابر 12,800 سومونی تقریبا 12,000 دلار جریمه بسته شد، ولی بدون محروم کردن از حق اشغال منصب یا وظیفه. 11 سال حکم موسب مکتب برای کمامد مولوی در حالی است که اکثر منصبداران بلندپایه برای جرم‌های از این هم وزن‌تر با جریمه خلاص می‌شوند. برای مثال شفقت بابازاده رئیس سابق اگنتی صادرات حکومت تاجیکستان که به گرفتن 290,000 دلار پوره از یک شرکت خارجی عیبدار میشد، اخیراً به مبلغ همگی 128,000 سومونی یعنی تقریباً 25 مرتبه کمتر از حجم پوره گرفتش جریمه بسته شده از تالار دادگاه به آزادی برآمد. مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان روز 9 فوریه سال 2023 در شرح پرونده میسیدینوف و احمدوف گفت تفتیش این پرونده را دادستانی ولایت ختلان پیش می برد و میسیدینوف سفرعلی بر اساس 3 ماده کدش جنایتی تاجیکستان 245 قسم 4 از آن خودکنی، 247 قسم 2 قلوبی، 323 ساختکاری خدمتی و احمدوف یعقوب جان اکرم جانویش بر اساس 2 ماده 322 قسم 1 خنک نظری و 323 ساختکاری خدمتی گناهکار دانسته شدند.